الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله تعالی را همه ما سپاس بگیم و شکر خدا را در درجه اول بجا بیاوریم که امشب الله تعالی رحمتش متوجه بخش سیرکان شد و الاخرین گرد همایی و همایش و تجمع و شنیدن سخنان دینی و صحبتهای با ارزش دینی برای زمینش فراهم شد امشب. این از احسانات الله تعالی است. همه ما اینجا به ذکر الله، بیاد پروردگار و بیاد آخرت و اینکه راه الله را چگونه پیش ببریم و جلو ببریم و همه ما مسافر لله، سیر ما و سفر ما به سوی الله است و این سیر به انتها میرسه به موت و موت لقاء الله است و ملاقات پروردگاره و به یار میرسیم، به محبوب حقیقی و واقعی میرسیم و به او ذاتی که ایمان آوردیم به او میرسیم، به ذاتی که خالق و مالک ما هست و هرچه در ما داریم آبا و اجداد ما داشتند و گذشتگان همه از آن او بودن، او عنایت کرده و لحظه او محبوب حقیقی همه جهانیان، خصوصا کسانی که به او ایمان آورده. و در درجه دوم شکر برای او عزیزانی است که برحال این محفل را فراهم کردن و این مجلس را تشکیل دادن و جا داره که ما از اون عزیزان شکرگزار باشیم که این محفل و مجلس را تشکیل دادن و زحمت کشیدن و بالاخره برای خواهران فاضله و حافظان قرآن عظیم الشان این مدرسه دارالقرآن و سنه که تشکیل شده اینجا و عزیزان ما کار میکنن و این برحال عنایت رب العالمین هست و لطف پروردگار هست و عزیزمون مولانا ملک محمد صاحب ماشاءالله الحمدلله مولوی بسیار خوب با همکارانشون که اینجا هستن و واقعا زحمت میکشه آقای مولانا ملک محمد و اینجا به برحال با مشورت حضرت شیخ الحدیث تشریف آوردن اینجا اونچه که در خاطر بنده هست برای کار و ما هم خیلی خوشحال شدیم که بالاخره فرد لایق اینجا فرستاده شده و از کارایش معلوم هست که او توانسته کار کنه اینجا و البته این همه حمایت شما مردم خوب این بخش بمپشت
و سیرکان هست. الله تعالی شما مردم هم حفظ کنه و هم این عزیزان علما و اهل علم که اینجا کار میکنن و به هر حال مدرسه عین العلوم گشت و عزیزان ما که امشب در مجلسن هم همیشه اینجا بالاخره رفت و آمد دارند و عزیزان را حمایت میکنه و دیگر علمای شهر و علمای سروان ماشاءالله رفت و آمد گرمی دارند اینجا و الله تعالی رحمت و برکاتش بر همه شما، بر همه ما و بر برگزار کنندگان این جلسه و بر شرکا امشب این جلسه، زینت بخش این جلسه علمای کرام هستند که از جاهای مختلف استان تشریف آوردن و حضور دارن و خارج از استان هم آمدن که ماشاءالله سخنرانی زیبای مولانا فقیه را گوش کردید و الله تعالی ایشون جزای خیر بده و همچنان سخنان زیبای جناب مفتی عبدالرحمن را گوش کردید. کلی برنامه که اینجا اجرا شده است و از وقتی که ما آمدیم بعد از نماز همین مسائل بود، جلوتر هم برنامه اجرا کردن. الله تعالی همه را مقبول بداره. قبولیت شرطه عزیزان من، قبولیت شرط نیست، قبولیت شرطه، یعنی به درگاه الله چیز قبول بشه این درسته. اگر قابلیت و قبولیت هر دو تا جمع بشن که خیلی چیزی بالایی است، خیلی خوبه. و الا قبولیت از قابلیت ترجیح داره، قابلیتی که مورد قبول الله قرار نگیره و چه بسا انسانی قابلن و ماهرن اما الله نظر لطف اونها نداره، چرا که للهیت ندارن، اخلاص ندارن و مسائلی که خود الله تعالی بهتر میدانه. اما گاهی هم قابلیت نیست ولی قبولیت هست، این ترجیح داره و از همه راجع تر اینه که هم قابلیت و هم قبولیت. الله من شما را هم قابلیت بده و هم قبولیت عنایت کند. عزیزان من، دوستان اینجا ما هم گفتیم دوستانی که صحبت بکنن ولی فرمودن که برای اینکه وقت نرود زیاد و جلسه به طولانی نشه زیاد و هم برای نماز عشاء سر وقت بخونیم و هم برای نماز صبح بیدار میشیم. گاهی جلسه ها که میرن طولانی میشن و دیر میشه، هم در تنگنا در رابطه با نماز عشاء قرار میگیریم و هم نماز صبح بیدار نمیشن و این روش هم دیشب در شهرستان سروان در محمدیه بالاخره ببخشید اونجا محمدیه نه محمدی جلسه خیلی زیبایی بود و اونجا هم خلاصه شد 3 نفر صحبت کرد و جلسه را تمام کردن. سر وقت نماز عشاء خوانده شد. برای نماز صبح همه ما الحمدلله بیدار شدیم. عزیزان من، صحبت بنده هم با صحبت همه عزیزانی که قبل صحبت کرده مخصوصا با صحبت های مولانا فقیه نزدیک هست و آنچه که بنده خواستم خدمت شما در این جلسه عرض کنم این است که تمام این برنامه حکیمانه پروردگار که بالاخره در ازل برنامه ریزی شده است و الله تعالی در برنامهش آن بود که انسان را به دنیا بفرسته، انسان را خلق کنه، انسان را به وجود بیاورد. الله تعالی این همه موجودات را آفرید، چرا که الله تعالی در قرآن تصریح میکنه، هم در سوره بقره مبارکه بقره است و هم در سوره مبارکه جاسیه هست و که الله تعالی می فرماید در سوره مبارکه جاسیه غالبا که الله تعالی می فرماید که آسمان و زمین من برای نفع شما به وجود آورده.
و در سوره مبارکه بقره هم شبیه به همینه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در سوره بقره میں جمیعا چه که در زمینه، همین زمین شامله و هم چه که در فضا الله تعالی آفریده. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. اونجا الله تعالی تصریح میکنه که زمین و آسمان الله تعالی برای شما پیدا کرده و منافع شما. و معلوم میشه که این جهان خلق شده برای بشر، تا بشر الله میخواسته خلق بکنه و این کل این نظام و جهان و عالم را الله تنظیم کرده. نظام الله تعالی چنان تنظیمه که همه چیز به نفع انسان کار کنه. چرا که وقتی برای انسانان به نفع انسان باید حرکت بکنن. کل طبیعت به تنظیم شده که به نفع انسان حرکت بکنه و همه این نظام به انسان نفع رسانی بکنه. ببینید خورشید نگاه کنید، ستارگان، ماه را، دریا را، کوه را، همه اینا، باران، برف، هوا و تمام جهان به نفع انسان و آسمانان به نفع انسان و انسان الله تعالی برای خودش پیدا کرد. یه مخلوقی که او را برای خود پیدا کرده او انسانه. بقیه آمدن تا به انسان برای انسانان، تا انسان نیازهاش برآورده بشه، تا برای انسان ها برنامه ریزی بشه، تا برای انسان خدمت بشه و انسان مورد توجه الله به وسیله فرشتگان. الله تعالی او را احترام کردن، فرشتگان دستور دادن که انسان سجده بکنه. ادای احترام و تعظیم انسانیت به جا بیاید. سجده مراد در سجده هدف احترام شخص آدم نبود، بلکه جایگاه انسانیت را فرشتگان سجده کردن که نماد این آدم علیه السلام بود. و الله سبحانه و تعالی این نظر لطفش انقدر بر انسان شامله که انسان یه علمی دادن و دانشی دادن که این دانش فرشتگان نداشتن و از این دانش فرشتگان یادگیری این دانش و درک و فهم این دانش فرشتگان معصوم بالاخره نتوانستن که این دانش را درک کنن. ولی این دانش الله تعالی به انسان داد و فضیلت برتری انسان را ثابت کرد با این دانشی که الله تعالی بهش عنایت کرده. و آره که آدم علیه السلام و با ابلیس وقتی مقام انسانیت را قبول نکرد و جایگاه انسانیت را قبول نکرد که الله داده و ادای احترام به جایگاه انسانیت نکرد، الله تعالی او را رنده درگاه کرده و برای همیشه مردود شده و نمره صفر نه زیر صفر گرفته. و یکی ابلیس از کسانی بود جنات و ابوالجان بعضی معتقدان و انقدر او خدا را عبادت کرده است که پیشانی او ساییده شده بود، ولی او تکبر کرد و الله تعالی او را لعنت کرد. ابلیس قابلیت داشت و خیلی استعداد و قابلیت خیلی سطح بالا ولكن قبولیت نداشت. چرا که او شخصی بود خودخواه و شخصی که گرفتار تکبر شد و از الله تعالی را صراحتا نافرمانی کرد و مقابله کرد با دستور الله و با استدلال خواست که رد کنه دستور پروردگار را و الله او را رنده درگاه کرد برای همیشه.
لہذا عزیزان من انسان اللہ به دنیا آورده و برای انسان اللہ بانگاه هندوستان سفری بود یک بارو انجا مویتی رسید در مجمع فقهی شرکت کنم و بالاخره صحبتی اونجا بود و همین صحبت آمد دل که چون با یک نظر آنه و روایات آنه و قول آنه که آدم در هندوستان فرود آوردن آدم راز بهشت که بیرون کردن در سری و خطا و حوا را به جده به عربستان آوردن و قدیما دوتا قبر در جده بود که الان هم هستن و نمیدانیم اخیرا که هستن یا نیستن و می گفتن دوتا قبر دراز یکی مال آدم یکی مال هوای چون بعد اینا ملاقات کردن و میگه ملاقات اینا در صحرای عرفات انجام گرفت مدت ها یک دیگر گم کردن و بالاخره اینا هیچ کدام ثبوت و نصوص نداره نصوص قابل قبوله که آدم به هندوستان آمده یا آدم هوا به عربستان و جده آمده و یا قبرشون آنجا هست و هیچ کسی نمیتونه گواهی را بده و هیچ کسی نمیدانه موضوع را. این روایت های محلی و مردمی هست که بسیار اساس هم ممکنه داشته نباشن ولی آدم که آمد آدم یک انسان مثل من نبود و که دستش خالی باشه و خالی بیاید رو زمین آدم با یک کوله‌باره و کتابخانه سنگینه که در مغز و ذهن و قلب داشت آمد آدم درست خطای مرتکب شد و این تحت یک حکمت و برنامه‌ریزی که تفهیم کنه الله تعالی ما را که خطا شما را به بهشت نمیبره با گناه شما پرواز نمی کنی این درسی که میخواد با گناه شما را از بهشت بیرون میکنه گناه شما را از رحمت الله دور میکنه گناه شما را از آسمان به زمین میزنه نافرمانی الله را تجربه نکنی که این تجربه بدی است بله شما فرمانبرداری الله را تجربه کنید شما اطاعت از خدا را تجربه بکنید ولی لهذا آدم با سرمایه عظیم و هیچ های این معتقدم که این تمام تجربیات که امروز توی دانشگاه ها و به دست آمده و این هم میراث بشرن و امروز توی دانشگاه تدریس میشن تمام اینها با آدم همراه بود که آدم آمد اینجا کل اینها امروز زمینهشون به ذهن انسان بعض معتقدن که تمام اختراعات و تکنولوژی پیشرفته که امروز بشر به دست حاصل کرده تمام فناوری که امروز بشر به آن رسیده است کل اینها را به از آدم گرفتن اینها همون زمینه که الله به آدم داده و تا قیامت داده که اینها منتقل شدن به این استعداد و این صلاحیت به نسل آدم فرزندان آدم که شما من نسل آدمید و آدمی زادیم همه ما و لحظا این در قلب انسان میفته اونها که تو فلان چیز اختراع کن و تو روی فلان چیز کار کن هر کسی را بهر کاری ساختن در دلش میل او انداختن علامه روم رحمه الله بسیار حکیمانه صحبت کرده و لحظه ای بر میگردن به او کتابخانه عظیم و بزرگ تمام علوم تمام این دانش
و بالاخره اینها برمیگردن به آدم، برمیگردن به او تعلیمی که الله تعالی میفرماید و علم آدم الاسماء كلها فرموده ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. و بالاخره این فهم از این آیاته و ممکنه بعض دیگه این قبول نکنه ولو یک استنباط و یک اجتهاد نظری که دانشی که آدم داره، انسانیت داره، از پدرش به ارث برده و بالاخره جنت هم ارث پدری شماست. جنت الله به آدم دادن ولی آدم هم موقتا تبعید کردن و دادن ولی گفته الله که شما این خطر مرتکب گفته اگر بشید شما نقصان میکنید، شما بر خود ظلم میکنید. آدم خطر رفت و بالاخره و الله آدم کمک نکرد. یک نکته یاد کنه که این وقتی که آدم شیطان میخواست فریب بده، الله رب العزت آدم اگر کمک میکرد آدم خطا نمیره ولی تقدیر الله می بود که این آدم بره به زمین اما بر طبق یک برنامه بره و این برنامه همین بود که آدم بهشت ببینه که سبحان الله بهشت که ببینید با پشت سیرکان فراموش میکنید. آقا نه شما تهرانی ها تهران فراموش میکنن، شمالی ها شمالا، کانادایی ها که ایمان داشته باشند و برند جنگل های کانادا و منظره های سرسبز دنیا و طبیعی همه بشر فراموش میکنه. به هیچ چیزی دیگر است، به هیچ چیزی دیگر است. آقا چقدر شما فهمیدید از بهشت، هر اندازه شما فهمیدید و هر اندازه گذشتگان من و شما با وجدت فهمیدن، آینده به هر چه که بفهمن بهشت از این خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. اونطور که قرآن در اشارات خود میگوید فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. بهشتی که شما به عمل کردتون او را میراث میبرید. آدم الله فرستاد و اینجا که وقتی گناه آدم الله مورد قرار داد با استغفار و توبه در صحرای عرفات هر دوتا آدم و حوا ملاقات کردن و ربنا ظلمنا را خواندن، الله اونا را بخشید، تمام کرد که برگرده. الله فرمود نه برگشت نیست، الله جنت مجانی دادم به شما، شما نتوانستید جنت نگهداری بکنید، شما شیطان شما را اخراج کرد. بدونید که شیطان خطرناکه، این برای عام بود که خطر شیطان را درک کنید. شیطان خیلی خطرناکه و مواظب باشید، مواظب نفستون باشید که نفس خطرناکه. مواظب باشید که دستور الله فراموش نکنید، بیاد داشته باشید، بیدار باشید، شیطان شما را فریب نده، گناه نکنید. گناه کاربرد گناه در آن است که شما را از بهشت بیرون میکنه، از رحمت الله شما را دور میگردانه، شما را شکست میده، شما را به زمین میزنه. گناه به زمین میزنه آدم ها. گناه انسان از سر کوه پرت میکنه پایین. الله من شما رو نجات بده. ولازم مواظب الان با عمل به بهشت میرید بهشت، ولی بهشت برای کسانی است که عمل بکنن. شما یا آدم هم توبه تون را الله قبول کرد، توبه آدم ها به اون نبوت داد، به اون پیامبری داد و این ارث دوم که علوم اصلیه و علوم روزن
و دانشی که الله داده برای اداره دنیا، برای ساختن اینجا. البته او در عرض کنم که در شریعت هم موجودن، در این باب علوم معنوی که الله تعالی به من شما داده هم موجودن. و بالاخره اما اینجا با صورت اجمال و در علوم اصلیه به صورت تفصیل و علوم که شامل اداره این دنیای و نظم این دنیای و اینها تمام به اون کتابخانه عظیم و بزرگ و به اون پدری که سرشار از استعداده و هم در ضمن خودش فرزندان خود را تا قیامت داره و او را الله تعالی یک سری مزیت های حضرت آدم علیه السلام را داده است و لحظه این علوم را داشته و آمده. الله فرمودن که نه، با عمل بکنی و عمل شما را به بهشت میبره و شما وارث جنت میشوید. در کل اون مسئله که میخواستم این ضمنان یاد شد و برای اینکه او صحبتم را از کنم خدمت شما، برنامه الله آن شد که بشر مورد آزمایش قرار بده و یک طرف شیطان، یک طرف نفس اماره است و یک طرف دیگر جاذبه های دنیا و حب دنیا، زرق و برق دنیا، زیبایی دنیا. مرا الله تعالی آزمایش بکنه، نما آزمایشاتن جلوی راه من و شما، مسیر من و شما. و یک طرف الله تعالی مربیان پرستاد که انسان تربیت کنن و انسان بسازن، برنامه فرستاد. تمام کتاب های آسمانی برنامه های انسان سازن. همه انبیاء علیهم السلام بالاترین استادن و بالاترین خبره و کارشناسن که انسان میشناسن و طریق اصلاح او را میدانن، طریق تزکیه او را میدانن، طریق تربیت او را میدانن. و انبیاء ماموریتشون عام بود که انسان ها را تربیت بکنن، انسان ها را بسازن. همین وظیفه حضرت موسی بود، همین وظیفه حضرت عیسی، همه صاحبان وحی این وظیفه را حضرت ابراهیم انجام داد و سایر جماعت انبیاء علیهم السلام آمدن تا انسان در صراط مستقیم راه درست راهنمایی بکنن و انسان بسازن و انسان بسازن و انسان اولیاء الله بشه و انسان محبوب الله تعالی بشود، حبیب الله تعالی. انسان قیمتی بشه، انسان ارزشمند بشه، از لجنهای آلودگی های زندگی دنیا، از آلودگی های شیطان، از آلودگی های نفس، از جهل و نادانی انسان ها را بکشن. جهل یکی بزرگترین مصیبت ها و بزرگترین تهدید برای بشر و از ضرر سنگینی داره. هیچ دشمن بشر نداشته و نداره که از جهل بالاتر باشه. جهل دشمن شماست، دشمن بشری. ولهذا جهل را با علم باید مقابله کرد، علمی که جهل را از بین میبره. تاریکی جهل بر روشنایی علم نابود میشه. و این که ما تاکید میکنیم، دوستان تاکید میکنن شما را به دانش. چرا؟ که این دانش ضد جهله و جهل که باشه بدترین چیزی برای بشر. لحظه سروران گرامی، این کارشناسانن
کارشناس انسانسازیان و استاد انسانسازی هستند، مربی انبیاء علیهم السلام و انسان را همه انبیاء در اصل خود تشکیه کردن، تربیت کردن و حواریون تربیت یافتگان حضرت عیسی بودند. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون برخواستند، این همون تربیت شدگان حضرت عیسی را الله حواری میگن. حواری مال حضرت عیسی بود و صحابه مال حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. یاران و دوستان و همراهان و حامیان آن حضرت صحابه نام یافته و قرآن اونها را به عنوان صحابی یاد میکنه و حضرت رسول خود هم میگفت حضرت ابوبکر که صاحب من، که یک بار گفت که صاحب من شما برای من چرا نمیگذارید، یعنی کسی اذیت و آزاری از شما نبینه، این صاحب منه، چه قرآن اولا صاحب گفت. این میت الله با حضرت رسول، با صحابه کرام، با مؤمنان برحق تا قیامت و رهروان رای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام هست. لازم دنیا زیر این آسمان مربی ندیده که ماهرتر از انبیاء باشن. انبیاء صاحبان وحی، هیچ استاد، هیچ علامه، هیچ مجدد، هیچ کارشناس نیامده که به اندازه انبیاء مهارت داشته باشه. بله ماهر زیاد آمده، ولی انبیاء چون صاحبان وحی و چون برنامه از مستقیما از خدا گرفته اونا مهارت داشت و به اعتقاد ما بالاترین مربی از رسول صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین و الله تعالی استعداد مهارت خاص به آن حضرت صلی الله علیه وسلم بل هیچ تربیت کننده میگیم در جهان به اندازه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مهارت در تربیت انسان نداشت. هیچ کتابی الله نازل نکرده، همه کتابا مربیان سازندن و هدایت نامان. برنامه هدایت توی کتابای آسمانیه، برنامه اصلاح و تزکیه در کتابای آسمانی بوده، ولی کتاب به اندازه قرآن عظیم الشان هیچ کتابی نبوده است. این کتابی که خلاصه همه کتابای آسمانی است و آن حضرت در سیره هستند، سیره و سنتی هستند که تکمیل سیره همه انبیاء علیهم السلام بعثت لأتمم مکارم الاخلاق که روایت بخاری است. این همینه اتمم مکارم الاخلاق که فروژه اخلاق را، بسته اخلاق که برای بشر فرستاده شده و انبیاء آن را اجرا کردن بر انسان ها و لحظه این آن حضرت آمده تا این فروژه را به پای تکمیل برسانه. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم و از خاتم النبیین، کسی که امام النبیین و امام المتقین لقب داره و شفاعت کبرا روز قیامت نصیبش هست و جایگاه اوست مقام محمود و لحاظ او بالاخره فضیلت خودش را داره و اینا هم بیا داره فضیلت، همه داره بزرگی و لحاظا همه تربیت کردن در دنیا و تربیت یافتگان تورات، تربیت یافتگان حضرت موسی
تربیت یافتگان انجیل، تربیت یافتگان حضرت عیسی، تربیت یافتگان حضرت ابراهیم و تربیت یافتگان صحف ابراهیم. صحف ابراهیم و موسی الله در قرآن تذکره میکنه از این صحف. ولهذا عزیزان من، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چنان جماعت صحابه را تربیت کرد، در صدر اول مسلمانان نه چنان تربیت کرد، چنان این سخت شدن و ایمانشان راسخ شد که ایمانهای اینها از کوه هم راسخ تر بود. عجیب بود، اینا در دلشون چه ایمانی وجود داشت، قلبهایشون سرشار از ایمان و بالاترین درجه ایمان را الله تعالی به اینها عنایت کرد. تزکیه شده و اصلاح شده، چنان اصلاحه که در بالاترین مقام اصلاح اینها رسیده. اینها هم از صحبت حضرت رسول صلی الله علیه و برخوردار بودند و اینها اعتقاد عجیب بیان حضرت داشت. کلمه از زبان حضرت اشاره می شد، صحابه بالفور بیان عمل می کرد، درنگ نمی کرد. و شما شنیدید که گاهی تو جلسه حضرت وقتی مردم فرمودند که بشینید، کسانی که داخل مسجد تو کوچه کسی را میرد تو این صحبت بورسی، او کوچه نشست. چرا حضرت فرموده بشینید؟ بشینید. گفت تو برای کسی که تو مسجده، ولی این ظاهر قول حضرت را مخالفت نکرد، اطاعت سبحان الله بی نظیر بود. هیچ جماعت توی دنیا انقدر سخت نشده که رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه وسلم جماعت صحابه را ساخت و هم قرآن عظیم الشان که بالاترین کتاب آسمانیه و آخرین کتاب الله تعالی است، از یک طرف قرآن و یک طرف توجه آن حضرت و اینها که چهره زیبایان حضرت را زیارت می کردن، محفل و مجلس آن حضرت می نشستن. شما می دانید که اینا چه فروازی به سوی خدا داشتن، چگونه ساخته شدن، اینا چه گوهر بودن، گوهرهایی که واقعا قیمت نداشت، جهان نمیتونه قیمتی اینا را پر کنه. و در راه الله چه قربانی داده، چه فداکاری داده، در چه شرایط سختی از رسول خدا حمایت کردن، در چه شرایط سختی از دین خدا حمایت کردن و از هجرت گرفته تا نصرت گرفته. چقدر انسان هجرت کردن با حضرت، زنان و جوانان، و چقدر در سخت‌ترین شرایط هجرت کردن. زن و بچه هایشون ماندن بسیاری و خودشون هجرت کردن، مال و زندگیشون ماند و هجرت کردن، با دست خالی هجرت کردن و داها صحابی و صدها صحابی به همین حال هجرت کرد و آمده برای نصرت آن حضرت، برای خدمت آن حضرت و حمایت از آن حضرت، دفاع از آن حضرت. متوجه شدن که دنیا علیه ایشون برنامه ریزی میکنه داره. و صحابه انصار السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، الله می فرماید اونایی که سبقت گرفتن در اسلام، در دین، از مهاجرین و انصار پیشی جستن. اولی مسلمانان که بیشترین سختی را اولی مسلمانان تحمل کردن و سبب خیر شدن. این هر الله با چه آب و تاب قرآن ذکر میکنه، با چه آب و تاب حدیث.
عزیزان من این برنامه انسان ساز را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آدم به دست پر آمد و انبیا به دست خیلی پری آمد و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم با چه دست پری به دنیا آمد بین مردم آمد و مبعوث شد و ماموریت یافت از جانب الله تعالی. این برنامه آوردن که این انسان خاکی را گوهر میکنه. انسان خاکی تبدیل میشه. انسان خاک از خاک آفریده شده است، به خاک برمیگرده. ولی انسان وقتی که خود را با این برنامه تطبیق بده و زیر این برنامه قرار بگیرده، شاگردی حضرت رسول اختیار کنه، شاگردی قرآن اختیار بکنه و خودش تسلیم قرآن بشه، تسلیم حضرت رسول صلی برنامه حضرت بشه و خودش را تسلیم الله بگرداند و از الله فرمان ببره، اطاعت کنه و از حضرت رسول صلی الله فرمان ببره و اطاعت کنه. چرا که اطاعت رسول اطاعت الله، من یطیع الرسول فقد اطاع الله. و انسان به این لباس تقوا را اگر انسان به تن بکنه که لباس دینه و لباس را در خواب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تعبیر کرده به دین و شیر را در خواب تعبیر کرده به علم و این لباس رو هم برای حضرت عمر خواب دیدن. کسی که لباس درازی داره لباسش به زمین کشه و خواب دیدن که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم شیر میل فرمودند و ما بکار را به حضرت عمر دادند و این خواب نظرت فرمودند که این فرسیده که خواب یا رسول الله چه تعبیری داره؟ گوی به تعبیرش علمه و شیر علمه و بقایای علم نبوت به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم الله تعالی داده. یعنی او بالاخره دانش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چه دانش بالایی است که از شیر نوش میکنه و که تمام بدن مبارک حتی در خواب بود که از سر انگشته شیر ظاهر شد و این مزاد اشتراک داد به حضرت عمر رضی الله تعالی. فرموده که کسی الهامش میشه در امت گذاشتم ملهم من الله بوده، در امت من ملهم من الله عمره و اون رایش و کان رایه موافقا بالوحی والکتاب. قدیما توی خطبه بخنده رایه برابر با وحی بود و با کتاب. این تربیت یافتگان حضرت رسولان، شاگردان و فرزندان اول حضرت رسولان، این تربیت یافتگان دین اسلام. تعصب کنار بگذار، همه تعصب کنار بگذاریم، برگردیم به کتاب خدا. هر فیصله که قرآن میکنه درست، هر فیصله که حدیث بکنه، هر کسی برای خودش یک چرنده بگه. بزرگان بخواهد که برای اونها این اقوال درد شما میخوره، هیچ ارزش علمی ندارن این مسائل که بالاخره برای علیه صحابه در یک شرایط خاص در امت این مسائل به صحابه نسبت داده شد، پوچن و فاقد هر نوع ارزش در مقابل چه؟ در مقابل نه حرف من، در مقابل کتاب الله، در مقابل سنت رسول. اصل کتاب چه میگه، سنت چه میگه، همون ما باور داریم. کتاب سر ما، سنت رسول صلی الله علیه وسلم احادیث صحیحه و ثابته، نه روایت ضعیف. حدیث صحیح روی چشم ما، این هر فیصله بکنه درسته. جویندگان حقیقت و آنهایی که دنبال واقعیت ها هستن، اونایی که دنبال
حقایقا میخوام بفهمم، به قرآن برگردم، به حدیث برگردم، تعصب کنار بگذارم. هرچی که قرآن و حدیث در رابطه با صحابه میگه هیچ دیگه چیزی نیاز نیست. به قول هیچ فردی توجه نکنید، چرا که تمام افراد ولو اینکه خود را علامت الدهر بزنند، عنوان بکنن، ولو اینکه محقق دهر باشن، اما هیچ کسی به اندازه قرآن اعتبار نداره که قول خدا هست و کلام خدای به اندازه حدیث ارزش نداره که قول حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. چه کسی قولش بالاتر از خدا و رسول ده؟ و الله تعالی ما را توفیق بده که ما دنبال واقعیت ها باش، حقایق باش، حقایق. و امروز در شرایط حاضر توی دنیا شرایط به وجود آمده که مردم دنبال حقیقت میگرده، واقعیت میگرده که واقعیت چیه؟ واقعیت در کتاب خداست. این کتاب الله فرستاده برای بیان کردن واقعیت ها، برای فیصله کردن اختلاف ها. قرآن نازل شده تا اختلاف ها را فیصله کنه. بین همه یهود و نصارا که اینجا یاد شد اختلاف وجود داشت در رابطه با حضرت عیسی، قرآن آمد فیصله کرد. قرآن فرمود که حضرت عیسی آنطور که نصارا او را ابن الله میگن، الله میگن، ثالث و ثالثه میگن، حضرت عیسی اینطور نیست. نه حضرت عیسی، نه مادر حضرت عیسی اینها معبودن، بلکه اینها واقعیت الله بود که حضرت عیسی عبدالله و رسوله، عبد خدا و رسول پروردگار ہے. رسول الله عبد خدا. و اون چه که مسیحی یهودی ها می گفتن که تهمت می زدن حضرت عیسی را، حضرت مریم را که آیا پیداش کی حضرت عیسی، الله فرمود که او به کلمه الله تعالی پیدا شده، به امر الله تعالی به وجود آمده. و الله حضرت عیسی را با کلمه خود، با امر خود، دستور خود به وجود آورده. نیازی به پدر نیست. الله بدون پدر و مادرم پیدا میکنه، الله بدون پدرم پیدا میکنه. آدم بدون پدر و مادر پیدا کرد، حضرت عیسی را بدون مادر پیدا کرد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسی را الله فرمود کن، او شکل گرفت و در شکم مادر قرار گرفت. الله انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این معامله الله و برنامه الله با یک کلمه کن، اما دستور با اراده الله همه چیز متحقق میشه. شما امروز تعلیم دارید که جهانیان ندارد و جهانیان همه محتاج این تعلیم، این کتاب خدا، این برنامه قرآن، برنامه انسان ساز. در همین کتاب هدایت و هدایت نامه الله قرآن موجوده و برنامه هدایت برای بشر، نجات بشر در این کتاب و نجات بشر در حدیث موجوده و سیره مبارکه عن حضرت، سنت سنیه، کتاب و سنت که سنت عبارت از احادیث عن حضرت، اقوال عن حضرت و افعال عن حضرت، اخلاق عن حضرت، زندگی عن حضرت، کل زندگی عن حضرت که زندگی یک بشره و نیازات بشری و انسانی داره. کل این دینه و این الله تعالی
برای ما حضرت را اسوه قرار داد، دستور داده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. شما توکل رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما صبر رسول الله، شکیبایی رسول الله، اخلاق زیبای حضرت، مقاومت حضرت، شجاعت، سخاوت، مردانگی، تحمل، بردباری، مداراش با دشمنان چگونه رفتار کرد، با دوستان چگونه رفتار کرد، با چه اخلاق زندگی کرد. کل اینها این سروران گرامی همین اسوه حضرت رسول در همه زمینه اسوه هستن برای ما. ولی عزیزان من مهمه شما سرمایه داری که اگر اون سرمایه را شما در زندگیتون پیاده بکنید شما تبدیل میشی به گوهر. شما قیمت دنیا نمیتونه قیمت شما را مشخص کنه که این برنامه آغاز میشه از ایمان. این برنامه ایمان راسخه و این برنامه عمل صالحه و این برنامه اخلاق نیکه، احکام نورانی، اخلاق نورانی، ایمان نورانی و این برنامه کامل، این بسته دینی به صورت کامل که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آوردن یک بسته هست که انسان گوهر میسازه، انسان به کمال میرسانه، انسان به فرواز در میآورد و با فرواز انسان به این بهشت میرسه. بدون فرواز نمیرسه. شما بالا چگونه میری؟ این بالا عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى. جنت مأوى و سدرة المنتهى. باید برید فرواز کنید تا اونجا برسه. فرواز جت در اختیار شما نیست، براق در خدمت شما نیست. ایمان و عمل شما را فرواز میده و ایمان حاصل کنید. شما سرمایه دارید، گنجی سری گنجی نشستی، سری گوهره که دنیا تشنیونه میتونه کل انسان ها رو نجات بده، همه انسان ها رو به بهشت ببره، همه انسان ها نجات بگیره، همه بهره‌مند بشه، همه سیراب بشه. شما را الله چنان گنجی داده و من شما از این گنج استفاده نمیکنم. چسبیده به چه شیرینی های دنیا؟ چه شیرینی دنیا چه شیرینی؟ چه شیرینی داره؟ شیرینی فاین بخورانا و بالاخره به قول کسانی که حضرت مولانا رحمت الله علیه میفرمود که بهترین غذاها را که انسان میخوره فردا این تبدیل میشه به چیزی که بینیش را میگیره وقتی که به حاجت میره. بالاخره این نتیجه همین غذاهای شیرینه که تبدیل میشه به چی چیز. آبی که میخوره و این تبدیل میشه به چیه. این حقیقت دنیای. این شایستگی نداره این دنیا که من و شما او را تمام هدفمون قرار بدیم، تمام سعیمون را به دنیا تمرکز بدیم، تمام قدرتمون را به دنیا خرج کنیم، تمام استعداد را در این قسمت فنا بکنیم. بلکه او چیزی که شایستگی را داره هدایت، ساختن خود برنامه ادیان. من عرض کردم که برنامه ادیان ساختن خود انسان. موضوع اصلی دین هرچه موضوعی داره، موضوع او از کنن که او برنامه اصلیه، او محوره. موضوع اصلی دین ساختن انسان. انسان از ایمان شروع میکنه، میسازه و انسان قرار میده. انسانیت در این شرایط که انسان ساخته بشه حاصل بشه. انسانیت واقعی، انسانیت زیاده ولی انسان حقیقی واقعی نیست. مسلمان هم زیاده ولی مسلمان حقیقی واقعی کیه؟
مؤمن هم هست ماشاءالله، ولی کدوم مؤمن واقع، مؤمن بر حق. و این برنامه مهم سروران گرامی که ما به قرآن نزدیک باشیم، به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نزدیک باشیم و تطبیق بدیم خود را با سیره آن حضرت و علماء کرام که در صف اولا از لحاظ علم و دانش دینی اول باید ساخته بشن. انتظار اینه عالم اگر ساخته نشه مردم از دین بدبین میشن. بابا دین نقصانی نداره، این نقص مال ماست، بنده دارم این نقصانات را. این نقص و عیب در ما هست، نه در این کتاب زیبا، نه در این پیامبر اعظم و پیامبر بزرگ خاتم النبیین. نداره عیب من دارم، عیب ماها داریم. و این مهمی عزیزان. و من عرض کردم که آن حضرت صحابه را ساخت و زیبا ساخت. هیچ مربی شاگردانش را مثل آن حضرت که صحابه را ساخت نساخت. ولهذا صحابه بعد از انبیاء علیهم السلام از انبیاء همه افضلند و بعد از انبیاء افضل ترین گروه بالاتفاق در امه صحابه کرام. و او اهل بیت که صحابان، اونا هم صحابان هم اهل بیت، ازواج مطهرات اما صحابیات. و حضرت علی، حضرت حسن و حسین اینا هم نسبت فرزندی به آن حضرت دارن، اهل بیت آن حضرت و هم صحابیه. ولهذا اینها مقام بالایی دارن، صحابه همه مقام بالا دارن. صحابیت بسیار، اما او اهله که مثل فرزند حضرت نوح که فرزند نسبی پیامبر اولوالعزم، ولی او گوی فرزند منه، والله گونه این فرزند چون بر تو ایمان نیاورده اهل تو نیست. و لحظه او فرزندانی که ایمان آورده، او فرزندانی که قبول کرده انبیاء را در درجه والا. و عزیزان من این واقعیت و این حقایق و لحظه این دنیا چرا انصاف نمیکنه؟ انصاف باید همه ما انصاف داشته باشیم، منصف باشیم، تعصب دور بذار، تعصب بگذار کنار. و تعصب انسان کور میکنه چشمش را، واقعیت را نمیفهمه، حقایق را نمیدانه، حقایق را میفهمه. و من این صحبت هم برای اون افراده که گرفتار تعصب و آمادگی ندارم واقعیت هم مثل همین کسی که کسانی که اهانت میکنن. من دشمنی به هیچ کسی ندارم و التزام کردم که حقایق صحبت کنم و بدون تعصب. و من اعتقادم اینه که ما فضائل صحابه را بیان کنیم، اما جوش نزنیم. جوش که بزنی با دست به شدت تکان بده و آخری حرف هم میزنی. جوش که بید هوش هم میبره. بله جوش به هوش نباشه، بله این جوش گاهی روی همون ایمان انسان جوش میده، ولی ببینید که جوش وقت شدید بشه هوش میره. هوش بگذار جوش کنار بیا حرف میزنه. و لحظه حرف اینه که بیاییم قرآن هرچه میگه، قرآن حکم قرار بده، قرآن حکم قرار بده. قرآن چه فرموده؟ هر چه گفته روی چشم ما، روی سر ما ببینیم که حدیث چه گفته. هر چه حدیث گفته حضرت رسول صحابهش خودش بهتر میشناسه، خدا صحابه را بهتر میدانه در کسی. هیچ عالمه، هیچ مرکز علمیه، هیچ مرکز دانشه که به دانش نسبت نمیتونه این اندازه بشناسه که رب العالمین بشناسه. ولهذا صحابه را قرآن درجه بالا داده
ہر جگ گناہ صحابہ ذکر کر دے اللہ افوا ذکر کر دا واسطہ رسول درجے بالا یدار ما ہم میگیں کہ صحابہ را احانت نہ کنے ہمیشہ توصیہ بانے کہ اگر کسی محبت صحابہ را نہ دارے احانت نہ کنے بسا احانت نہ کوئی باسی حویت دارے اگر محبت صحابہ و اہل بیت در دلتون باشید معجورید نزد اللہ تعالی ولی اگر نباشے حداقل صحابہ و اہل بیت احانت نہ کنید این بعد نگی چرا کہ شما نگاه کنید ما نگاه کنید که ما چی داریم این چی کسی که باید بگه مثلا خودش رو نگاه کنه بابا تو چی کردی تو چی داری ببینی او کسانی که سختری شرایط در کنار حضرت ایستاده و مصیبت ها در راه حمایت از حضرت رسول دین اسلام تحمل کرده و او ازواج مطهرات که خدمت آن حضرت را انجام داد آن حضرت اونا را برای همسری خود انتخاب کرد و اینا همدردان آن حضرت بودن و در خانه می آمد انس می گرفت و اینها چه مقامی دارد فرزندان آن حضرت چه مقام بالایی دارد ولهذا تعصب کنار بگذار واقعیت و حقایق بفهمید و ما بگیم که صحابه جو حدیث داریم در این باره و قرآن داریم صحابه را حرمت بگذاریم و اگر حرمت نبود و محبت نبود حداقلش اینه که بی ادبی نباشه بی احترامی نباشه احانت نباشه سکوت ولی بہرحال این توصیه بنده اما این سرمایه عظیم قرآن عظیم و شان ده و قرآن کتابی است که نظیر نداره تعلیم های زیباش به قرآن نزدیک بشید ببینید که چه داره چه سخن زیبا میگه و امروز قرآن در میان ما در میان مسلمانان قرآن کم رنگه قرآن باید همه یاد بگیره دانشگاهی یاد بگیره مدارس دانش آموزان مدارس دولتی دانش آموزان مدارس دینی دختران پسران زنان مسن زنی همین چند سال قبل آمدیم هیدوش یک زن 90 ساله را ما جایزه گرد دادیم 98 را برای او توی مجلس و زن مناسک بود و که آخری جز قرآن عظیم و شان را حفظ کرده بود قرآن تو زایدان شیرآباد زایدان و تعداری را من سند قرائت دادم اونجا جلسه بود دعوت بود اونجا برنامه بود که مسنها را درس قرائت بدن ما سند دادیم به اونه که روایت حفظ را فرا گرفته بودن آدم های بودن که من در محاسن اونا یک تاری موی سیاه ندیدم و اینها سند قرائت بعضی میگه ما پیر شدیم بابا تو پیر شدی قرآن مجید چه مشکلی داری که تو پیر شدی قرآن یاد بگیر برو قاعده نورانی بخون اگر بلد نیستی قرآن قاعده نورانی تو را روش تلاوت تا یاد میده تاثیر گذاره طلاب یاد بگیرن و طالبی که دوره حدیث میکنه برای او مهمه که یاد بگیره قرآن صحیح مخوانه علماء یاد کیف میکنه انسان از تلاوت کسی که صحیح میخوانه قرآن
سرمایه است. تا شما شروع میکنید تلاوت همون لحظه رحمت الله نازل، همون لحظه درنگ نمیکنه. شما اینجا نگاه کنید وقتی که کاری میاد و بسم الله میخونه شروع میکنه به قرآن، میبینید که بسیار شروع میکنه به حول خوردن، سر بسیار پایین میکنه، سکوت و آرامش مجلس میگه این رحمت الله که نازل میشه. و قرآن یاد بگیریم، قرآن دست بدیم، بر قرآن هزینه کنیم که قرآن مردم یاد بگیرن، مردم سیرکان همه قرآن یاد بگیرن. و دانش آموزان الان الحمدلله که مدارس تعطیلیه شون برای همین خاطر که بر روی دانش آموزان کار بشه و قرآن یاد بگیرن تعطیل کرد، دست قرآن بدن. و این بسیار سرمایه بزرگی است. و انشاءالله علم کسب میکنید برای چه؟ تا با جهل مقابله بکنید. و لحظه توصیه معنی که دو تا علمان، این دو تا علم حضرت آدم علیه السلام داشت، هم علم شریعت و دین، علمی که انسان میسازه و معنویت انسان میسازه، انسان از درون میسازه. علم طب هم برای ساختن انسان، علم فیزیکی، ولی او بدن انسان میسازه، برای بدن انسان. و علم شریعت و دین برای ساختن معنویت انسان. انسان در این دو بوده، هم بوده جسمی و هم بوده معنویت و روح. از هر دو بود الله انتظام کرده. لحظه علم روح هم نیازه و ضرورت علم طب و فیزیکی و همه رشته های مورد نیاز بشر امروز که تدریس میشن، نیاز بشر سازندگی دارن برای ساختن نیازهای بشران. دنیا را می سازن که نیاز ماه، جاده را می سازن که نیاز ماه، ساختمان می سازن که نیاز ماه. و تمام این سازندگی از علم روزه. نفت و گاز از زمین استخراج می کنن، علوم دریایی و بالاخره او مسائل دریا در او میاد که به نفع انسان ها. ولحظه اینا نیاز ما. دنیا نمیتونه ترقی بکنه بدون علوم دانشگاهی، بدون علوم روز و انسان سازی و ساختن انسان و وارستگی انسان هم امکان پذیر نیست بدون قرآن عظیم و شان و بدون سیره و سنت و حدیث حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. زندگی را متحول میکنه، انسان تبدیل میکنه به اولیاء الله و انسان روی زمین راه میره و ولی و دوست خدایه. اولیاء شاخ ندارن آقا که کسی بشناسه، شاخی داشت بود همین انسان وقتی اطاعت بکنه میشه اولیاء ولی روی زمین. به دین توجه کنید مردم شیرکان، به دین توجه بکنید. این سرمایه اصلی شماه، این سرمایه که سعادت دنیا و آخرت را در بر دارد. سعادت دارین این غرض علم دینه. ولهذا علم انسان میسازه و در نتیجه انسان به سعادت ابدی میرسه، سعادت دنیا و آخرت، سربلندی دنیا و آخرت. دنیا و آخرت از آن شما میشه، لحظه که بسازید، یعنی از دنیا استفاده صحیح، زندگی صحیح و زندگی پرسکون و راحت و آخرت هم زندگی تو راحت میشه. و لحظه خیلی مهم الله تعالی توفیق عنایت بکنه. سنت های آن حضرت رو دست کم نگیرید که سنت گوهر این ارزش اعمال شما را بالا میبرد، جایگاه شما را بلند میکنه.
یک سنت گاهی میبینه که این انجام میدید نماز تو میره 70 درجه فضیلت پیدا میکنه. این ارزش سنته. سنت ها را، سنت های دین را، سنت ها و روش حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میگن. حضرت سنت حضرت در نماز چیه؟ یعنی به همون صورت که حضرت نماز ادا کرده شما ادا بکنه. حج اونطوری که حضرت ادا کرده و جهاد حضرت کرده. زندگی حضرت در خانه، زندگی حضرت در مسجد، در بیرون، با مردم، با دشمنان، با دوستان، کل این سنت. سیره حضرت زندگی کامل حضرت که زندگی یک انسان کامله و زندگی حبیب خدای و خلیل خدا نمونه میتونه باشه. به این زندگی وقتی که بیایی ارزش پیدا میکنه. الله تعالی من شما را توفیق بده و من شما را موفق بداره. و به هر حال این همانطور که بعضی عزیزان و مهمانان فرمودن که اینجا یک منطقه مرزی هست و واقعا منطقه هم حساس و مرزی هست و نگهداری مرز همونطور که فرمودن و امنیت مرز مهمه که ما امنیت مرز حفظ بشه و تمامیت ارضی ما خیلی حیاتی و مهمه. و الحمدلله ثابت شده همانطور که دوستانم عرض کردم که شما به هر حال چند از به نفع کشور هستید، به نفع منطقه هستید و الحمدلله خوب رفتار کرده، روف عمل شده است و توصیه ما به شما اینه که آینده امنیت حفظ بشه و هم باید دولت و استاندار جدید که استاندار بومی، مدیریت جدید استان بومی و این مدیریت جدید هم درخواست مانه و هم از دولت هم ما میخواهیم که به هر حال به مردم مرزنشین توجه خاص بکنه و زمینه ارتزاق را برای اینا فراهم بکنه، چون که سالها متوالی خشکسالی شده و امروز که ما آمدیم از سروان تا اینجا و رفتیم کمی ورتر و برگشتیم و اینجا آمدیم و تمام زمین خشک، آبی نیست و جای روستایی و تعداد درخت و بالاخره باقی کوچکی داره و زیادی هم نیست و زمین هم لم یزرعی، اینجا وادم غیر زی زرعی و زراعتی نیست و روی این منطقه اگر با کشاورزی نمیتونه، با دامداری که دام نمیتونه بدون سرسبزی زندگی بکنه ولحظه همین کسب و کاره و زمینش را فراهم بکنن در مرزها فرصتن و مرزها پتانسیلن برای کل کشور و در درجه اول برای خود اهل مرز و در درجه بعد برای همه اهل کشور و لحظه برنامه ریزی و مدیریت صحیح میتونه سودمند واقع بشه و نافع و ما درخواست من هم همین پیشنهادمان که اینجا مدیریت صحیح باشه و برنامه ریز، مدیریت برنامه ریز که مشورت به مردم بشه و افراد خاص نه تنها در مشورت بلکه افرادی که برای همه مردم فکر میکنن، نه تنها برای نفع خودشون. نفع شخصیت قبول ندارم، نفع جمع را، نفع مردم، نفع ملت و هرچی که مردم مرز راضی نگهداری بشوند به امنیت منطقه کمک میکنه و یک واقعیت و حقیقت نه شعر نیست.
برحال من هم حادثه که اینجا پیش آمده و آدم کشته شده به درد شدم و تعدادی از مردم این سیرکان اینجا کشته شده. برحال که تعلم قاتلشون فکر نکنن که مشخص شده کیا. تعدادی افراد دیگر اهل و تبعی پاکستان کشته شده اینجا، همون قاتلشون مشخص نیست کیا هستن. این مقدار رنج دهنده که خون انسان نریزه، چرا این خون ها تباهی داره، تبعات داره. و خود بنده اعتقاد به خشونت ندارم در هیچ جایه، نه خشونت دولتی را قبول دارم و نه خشونت افراد و مردم قبول دارم و معتقدم که و ما حمایت میکنیم از گفتگو، از انتقاد سازنده، از بیان واقعیت ها و حقایق. میگه این درسته، با انتقاد سازنده تحمل بشه و زمینه گفتگویه که طرف هم عمل بکنه. ما توصیه من به عمر مرزم همینه که به جای خشونت درهای گفتگو را باز کنید، حق و حقوق مردم رعایت بشن و قهر نکنید. حرف زور هیچ کسی نزنه در هیچ جایه و حرف منطق، حرف درست و همه ما در مقابل یک دیگر نباید حرف متکبرانه بزنیم، حرف منطق بزنیم، واقعیت ها را بیان بکنیم و به واقعیت ها توجه بشه، به حقوق ملت ها توجه بشه، اقوام، مذاهب و ادیان، ملت های دیگری که مذاهب دیگری که ادیان دیگری که جو زندگی میکنن. حضرت علی حق حقوق بالاخره ادیان چگونه رعایت کردن، خلفای راشدین چگونه عمل کردن، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چگونه بالاخره اینها رعایت بشه. اینم میگیم حقوق رعایت بشه و این حرف منطقی، حرف بدی نیست و اگر کسی بگه که حرفش کجا اشکال داره ما فاسقگو میشه که حرف کجا وجود داره. زندگی نامه بزرگان ما است و در صدر اسلام اینا بودن چگونه زندگی کردن. قتل بده، قتل از هر طرفی باشه برای من ناراحت کننده، من پریشان میشه. مخصوص اینه بالاخره اگر پاکستانی این جمعیت برای کار میآید، محتاج علی چه گناهی کرده، چرا این کشته بشه؟ بلوچ چرا بمیره، پاکستانی چرا بمیره، شیعه چرا بمیره، سنی چرا بمیره؟ بابا شما اون تعصبات کنار بگذارید، واقعیت را به انسانن، همه انسانن، همه انسانه. مسلمان هم نباشه خدا را هم قبول نداره ولی انسانه، انسانی حقوق داره، همه حقوق انسانی هر انسانیت مهمه که رعایت بشه، حقوق رعایت بشه، حرمت همه انسان دارن، حرمت دارن، کرامت دارن، این رعایت کنه و بالاخره تکبر و غرور و این کنار بگذار، واقعیت ها بیا، حقایق بیا و روی حقایق صحبت کنیم، واقعیت ها صحبت بشه، حقوق صحبت بشه. انسان حقوقش هم قوانین، تمام قوانین دنیا توش حقوق رعایت، تو قانون مشکل نیست، اجرای قانون مشکله. قانون می نویسند و بعضی بسیار به قانون عمل نمی کنند. قانون برای یعنی که مچ دیگران بگیرن، گریبان دیگران بگیرن، خود تو عمل بکن. ماشاءالله الله تعالی عاقبت ما را به خیر بگردانه. و من این حادثه که در بندر عباس رخ داده واقعا تکان دهنده. مثلا الان اعلامیه و استانداری را دیدم، استاندار
هرمزگان که گفتن 900 نفر زخمی شده است و 40 نفر تا حالا این کشته را اعلام کرد. خدا بدانه چقدر دیگه از این زخمی بمیره. و حادثه واقعا حادثه تکان دهنده و در یکی از بزرگترین بندرهای کشور، یکی از بندرهای بزرگ بین المللی هست و جهانی هست، بندر شهید رجایی. بله این واقعا نقصان بزرگی پیش آمد. تا حالا هنوز از طرف دولت چیزی خاص ذکر نشده که چی بوده این حادثه. انفجارهای متعدد بوده، خیلی مهیم و خطرناک که تا دور نابود کردن گذاشتن، ضربه زدن. ولهذا ما در هم ابراز ناراحتی میکنیم روی مسائل و به هر حال توصیه معنی که کشوری که دشمن داره و دشمنانی که تهدید میکنن و خیلی مواظبت میخواد. کشوری که تویشون ناراضگی هم داخلی هم هست، این هم خیلی مواظبت میخواد، چرا که ممکنه توی دیگه نه همین کارمندانی که هستن بالاخره آدم باید مواظبت کرد که از درون از بیرون ضربه نخوره و مواظبت میخواد، بیداری میخواد و این سرمایه عظیمی بالاخره نابود شده می انسان ها بالاترین سرمایه ملتان و کشوران. 900 نفر زخمی بشه و جروح بشه و 40 نفر کشته بشه، خیلی بشه. دعا کنی الله تعالی کشته ها را و شهدا را درجه عالی عنایت کنه و مجروحین الله شفای عاجل و کامل عنایت کنه. و ما هم متاسفیم تو این مسئله و اظهار تعصب میکنیم تا این روشن بشه که این حادثه چه بوده. دشمنی از بیرون بوده، دشمنی از درون بوده، کجا بوده، مگر هم مسئولان بدانن که بیان بکنن و عاقبت همه مهر الله به خیر بگردانه. به هر حال عزیزان من امشب الله تعالی فرصتی آورد و خدمت شما برسیم و شما مردم میمن نواز شکر گزاریم که جناب مولوی صاحب و همکارانشون از معتمدین اینجا، از متنفذین، از شما مردم، از برادران و خواهران که تشریف آوردید و بهترین پذیرایی برای ما و همراهان همینه که شما حرف گوش کنید به مجلس و این پذیرایی هم اینجا تکمیل میشه و پذیرایی دیگه پذیرایی اونا مهم نیستن، مهم فقط و فقط حضور در جلسات و شنیدن حرفه و ما هم متحدین که بغیر آنچه که منافع دنیا و آخرت شما هست حرف نمیزنیم بیو و دوستانم حرف نزده هیچ کسی. آنچه که به صلاح جامعه، به صلاح مردمه واقعیتر و واقعیتر بسنن. و امروز الحمدلله ما خدا را شاکریم که بین ملت مردم ایران الحمدلله یک دل دست بستگی و دل دادگی مردم ایران الان که میان به این منطقه همه مورد احترام قرار میگیره. مغازه‌داران تخفیف میده اونها را و مغازه‌داران اونها را حرمت میگذارن، احترام میکنن. ایرانیان هم وطنان ما هستن، شریک وطن ما، شریک منفعت، شریک مزار ضرر و برادران و خواهران ما مردم ایران هستن. بالاخره ما همه مسلمانان با همه، ما برادر و خواهری دارن، همه انسانیت با ما در اصل انسان، همه فرزندان آدم و حوا در انسان ما اخوت انسانی داریم. هم
با اینجا هم اخوت اسلامی، اخوت وطن، اخوت انسانی و چقدر اخوت زیاده و اینها ایجاد همدردی میکنه و به همه همدردی، برای همه فکر میشه، برای همه اندیشه میشه و برای خیر همه دعای خیر میشود. و ما امیدواریم که الله تعالی رنجها را از سر این ملت برداره، ملت ایران. و ملت ایران به هر حال کشوری داره که سرخیزه و بالاترین استعدادها را داره و این شایسته ملت اینه که سیر و آباد بشه و توصیه ما همینه که تمرکز بشه به خود کشور و این ملت و منافع این کشور کلا به همین مردم صرف بشه و الله تعالی عاقبت بخیر. اینجا بیشتر حرف نمیزنم و آخری سخن همینه که توجه الى الله و استغفار و توبه و رجوع الى الله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا و توبوا الى الله جمیعا ایها المؤمنون. خدا میگه دست جمعی توبه بکنید، زنان، مردان، پیر، جوان، علما، اندیشمندان، متخصصان، همه توبه بکنید، همه توبه و رجوع الله بکنید، یعنی به الله برگردید، یعنی از خطاها غفلتها نادم و پشیمان بشید و همه باید در فکر اصلاح خودمون باشیم، اصلاح جامعه باشیم، اصلاح امور باشیم، اصلاح مشکلات باشیم و ما این وظیفه اجتماعی ما در همه جامعه زندگی میکنیم و باید فکر تنها خود و خانواده را نکنیم، فکر همه را بکنیم، فکر اونایی که ندارن بخورن، فکر اینایی که مریضن، فکر اونایی که سرپرست خود را از دست دادن و یتیم شدن، فکر اونایی که تو زندان هستن، فکر خانواده اونها را و همه مردم باید شما برای مردم فکرمند باشید و تلاش کنید به همون اندازه که دسترس شما توانایی بالاتر از توانایی شما مسئولیت ندارید و ما مسئولیتمون همون اندازه که می توانید. الله توانایی داده و الله قادره عزیزان من که من و شما را بسازه و نزدیک وعده رسیدن به الله، قبر نزدیک ملاقات خدا نزدیک هست. برای ملاقات الله چه آمادگی کرده و غافل نباشید عزیزان، فکر آخرت تا فراموش نکنید که روزی به برگاه الله میاییم، آنجای که صحنه خیلی دلخراشی هست، میبینید انسان ها را که در چه وضعیتی آه و فریاد و ناله و ویلایه و صحنه سنگین میآید. والله هشدار میده بار بار در قرآن، حضرت رسول هشدار داره در حدیث که آخرت فراموش نکنید، سخت سخت. ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. میگه زلزله قیامت سخته، اون روز که این زلزله مردم میبینن تمام مادران شیرده بچه هایشون فراموش میکنن، مادران باردار وضع حمل میکنن از سختی غم و اندوه و ترى الناس سکارا، مردم شما میبینید که هوششون از دست رفته، مست و مدهوشن، اینها مشروب نخوردن، مخدرات مصرف نکردن و عذاب خدا سخته و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید، عذاب خدا سخته.
این زلزله عظیم قیامت وقتی که رخ میده تمام حیران میشه. زنانی که بار داشتن و در این بار حشر میشوند، زنان این بار هم میگذارند. بچه شیرده داشتند و رفته از دنیا و بچه ها روز قیامت بچه یک تفسیر همینه که حمل میکنه بچه را فراموش میکنه. بچه شیرخواره، بچه شیرخوار هیچ زمان مادر فراموش نمیکنه، ولی مادر اونجا بچه شیرخوار فراموش میکنه. بعضی زلزله که قبل از قیامت همون گفتم ولی بیشتر به همین میخوره. یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر، به روزی که بچه های کوچک پیر میکنه. بچه کوچک روزی که پیر میشه موهایش سفید میشه. یعنی آنقدر غم و اندوه موجوده که بچه کوچک از غم، یا الله، الله به صحنه آمده و حساب و کتاب میگیره. چنان پروردگار به غضب در آمده که هیچ زمانه چنان غضبی نکرده. انبیاء شفاعت میآید مردم بر شفاعت، انبیاء میگه کار ما شفاعت نیست، من نمیتونم، نفسی نفسی میکنم، اما برای خودشون پریشانم، برای نجات خودشون حیرانم. خیلی سخته، خیلی سخت روزی که پدر و مادر فرزند فراموش میکنه. وای چه روزی باشه، چقدر سختی اندازه بکنید که بسیاری از پدران و مادران برای برداشتن بچه ها وقت زلزله رفتن بچه را بردارن و خانه بر سرشون چپا شده، مردن با بچه مردن، بچه را نگذاشتن برن. وقتی زلزله آمده و اونجا زلزله چنان شدیده و چنان جنبانیده میشه انسان که تکان میخوره که بچه را فراموش میکنه. و اینه قیامت فراموش نکنه. قیامت نزدیک، قبر نزدیک، راحت نخورید، راحت نگردید و ننشینید و فراموش نکنید، بلکه فکر آخرت، هر کسی فکر آخرت داره، نماز قضا نکنه، روزه قضا نکنه، زکات پرداخت کنه صحیح و درست، احکام الهی را ادا بکنه، فراموش نکنی آخرت، یعنی توبه کنه و حقوق انسان ها را رعایت کنه، حقوق الناس را مراعات کنه، حقوق الله را مراعات کنه. این حیاتی و مهمه. الله به من شما توفیق نگید که نگفتن. فردا شما را میگه سیرکان جمعی مسافر آمد و طالب بودن، حرف زدن و شما را مگر نگفتن این حرف را. سخته، نه عالم میتونه اونجا بیسته، نه دیگر کسی میتونه مگر کسانی را که الله داده اونها را و الله خودش میداند. انبیاء اونجا تکان میخورند و میلرزند، انبیاء هم الله مورد فرسش قرار میده. شما آقا اینها را معبود گفتی، خودتون معبود بغیر از خدا معرفی کرده. واسطیشا میگه الله اگر من گفتم شما میدانید، شما میدانی که من نگفتم و من نگفتم، من اطلاعی هم ندارم که من این بندگی کرده. اولیاء الله اطلاع ندارم، قرآن میگه اطلاع ندارم، روز قیامت اشاره به اطلاعی میکنه، من اطلاعی نداری. معبود تنها یک الله ہے، فرستش اوست بس. نزد عیسی، نزد مریم، قرآن میگه اینا نمیشنوان، شما چگونه اینا رو صدا میکنه؟ همین در سوره مائده این خیلی تصریح در سوره دیگری قرآن. ولهذا عزیزان من به هر حال رجوع الله و توبه و حرف من طولانی شد زیاد را، اجازه بدید چند جمله دعا کنم جماعت های تبلیغی را همیشه حمایت کنید، نصرت کنید و جماعت به خیر شما. این کار بزرگ، کار تبلیغ
علما را حمایت کنید، این مکاتب و مدارس دلگرم باشه کار بکنه و این مدارس خیلی مهمه. علم و دانش حیاتیه برای شما و علم روشنایی باشه و تا جهل برطرف بشه.